سلام به همه شما دوستان عزیز. من برای شما شرکت شفافرما رو پیشنهاد می‌نمایم. حجامه برای هم زنها و هم مردها در شهر مسکو رایگان است. داروهای گیاهی برای معده، گرده، دل، اینچنین کرم ها برای نیست کردن مرشینه، نیست کردن داغ‌های روی و خراب شوی و فربه شوی، از همه مهم برای سفید شوی روی. پسری ازم من برای شما پیشنهاد میکنم دستافکا با تمام شهر و ناحیه تاجیکستان و روسیه رایگان است. من میخوام بگویم که تشکر زیاد برای همه اون مهر و محبتتون، برای اون همه که مثال در فکر من هستید و پیوسته با من هستید. من میخواستم بگویم که من نیتی پرتشکن سامنه فرهنازم اینچنین استن که باید ما امروز در زخم شما نمک باشه که زخم شما رو نخون زنه. برعکس ما میخوایم که زخم شما رو امروزها ملهم کنه که دلت صدای برای مادر میبره که آره مادر جان من تو بخشیدم و همه لحظه که هستم با تو هستم و از یک کنجا که دلت میبره که تپش دلت برای آن نفرانه که در حقیقتا مادر کردن همین موضوع شما رو تکان میدید و اشک شما رو در آورد. آرام سوال مناسب میکنه که قدر دشوار بود که بگنزت نمیکنه که جواب بده. اگر نخواین دیگه رسم صاحبی خودم از وده خودم میبرم. لیکن همه چی خوب میشه، میگن که همه چی خوب میشه، لیکن زخم هیچ وقت فراموش نمیشه. چیزی که دل تسیاه کده مثال در دل تیه زخمه. خوب میگذاریم به دیگه سوال. شما دوستان و مخلصان سامانه فرهناز لایف، به سهم همه شما میخوام یک چیز رو برسونم که اون نفر نمیخوام از گرانسه گذرن. برای همه شما اکای جورابه کمک میکند، با ماشین های زمانوی شما رو برده میرساند و نگفته نماند که من طول 7-8 ماه است که با این نفر اکای جورابه شرطنامه دارم و تا این جانب یگام نفری که از گرانسه گذشته است شکایت نکرده است. پس اون نفر نمیخوان که از گرانسه گذرن، نویسن زنگ بزنن با نرخ ارزان با ماشین های زمانوی با دکمنت های پران پیشنهاد آیله داشته کردن. بله، حتی در کامنتری ها می نویسند که گلنازه جان التماس شوهر نکن، مجدد کن، خیلی کپا. لیکن حالی در نقشه نیست، در نقشه خودتان نیست. البته در نقشه خودم. در لحظه ای که من با نبی جان پیرمطلب یعنی با امین، وقتی که امین ما دیدنی میبیه و موجه هم صحبت میشیم، خیلی دختری دهاتی ولی شهر اومدگی نه یکم بار امین هم میبیند و همونجا در حقیقتا از صدق دل ما بازی کردگیم که گپی و در حقیقتا آمده سخت رسیدگه. در همون کادر سینمات کردن که یک شپلوق ما 6 مرتبه ما که نبجونه شپلوق از زدگی گذاشتگیم. خانه تا میره میدروی گپ میزنی، ما با چرا نمیگیرم؟ معقول نشید یکم بهونه که من نمیدونم توی باید نشوه. انا مرا گوش کنین، نگین که بچه شهرم، نگین که با پول همه چیز خریده میتونین، یا نمود گپ نزنین که کتا ما در حق شما سوختم بودستم. ای روی اولیوه برای شپلاخ با حیات که همون نغز بروید همونجا به نهایت پسند ما که صدقاً بازی کردگیم، گپ ما درشون گفتگیم و رفتگیم. ما گپ ما گفتم و گپی ویا گوش نکرده رفتم. این خچان بخچان خچان خوردن همینجا شد. سریای پنجمش در لب آب ما کاسه طبق شدستم که سنگالی بجا میبیه عشقم میبیه میگه که خیلی زینب فریاد میکنه، ما طرفشون نگاه میکنم اتات خونه دار میگم که اتام خونه دان پگه سورپریزش دارم. میگم سورپریز؟ اکما خرسان میشم ما دیگه چیز دارم. میگم چی سورپریز باشد؟ میگه که سورپریزی نغز دارم. پگه اتات میگه ترا ای او میگردونه و دما میتیه سنگالی اویش ما از عقل بگونه شدید. که میگم ما دفوچه دیگه کسیم با چخه میگردونه.
میگه که ای حالی بهستک میگه. با طرف هم خیلی گوسه روی میکنه و من ناز کده میگم که ای با نمیدونی سنگلی؟ سازی نه سنگلی پاگا اتاد خونه ده ها خونه دن تنجی بود پاگا اتاد یا سورپریز دارم سورپریز؟ آه چی سورپریز باشه؟ سورپریز اتاد میبینه هوشش میره پاگا توی اتمه نمیکنه بینده ترا دامه میتیه سنگلی چیش مای عقل بگو نشدین من در فوتیه این فراموش کردین مانو سفوتیا پوتیا را من ترا میگینم فهمیدی پاگا میبینی چی گپ میشه فهمیدی مالی برین مرا تای گپ نمونه نیلتینس برین مالی ای با نمیدونین سنگلی شو رفتیم